ایوا سلام. سلام، من حواسم نبود از تو اتاق در اومدم. آقا بگو چی شده؟ اولین ویدیو آشپزی رو تصمیم گرفتم که بگیرم. چرا؟ همونطور که شاید یه خورده اینجا مشخص باشه، هوا بسیار بارونی، ابری و زیباست و صبح که پا شدم این هوا رو دیدم دلم آش خواست. آش درست کردن یه ذره باید پیش درآمد و اینا داشته باشه. آش رشته که خب حبوبات و اینا رو آماده نداشتم. میشه یه کاریش کرد، ولی خب اگه از قبل آماده کنین، خس کنین، خیلی بهتره. گفتم چیکار کنم؟ یه آشی ما داریم به اسم آش ساده، اسم ترکیش میشه یاوان آش. حالا من نمیدونم این اصلا مال همون قسمت آذربایجان ایرانه، مال جای دیگه است. هیچ جای دیگه من این آش نخوردم. خیلی هم آش ساده‌ایه، برای این هوا خیلی خوبه، بسیار مقویه برای سرماخوردگی و میریم خرید کنیم براش، به خاطر اینکه من آش سبزی ندارم، تموم شده و شلغم. بریم اینا رو بخریم بیایم و آش درست کنیم، آش ساده. آقا مثل این که گفتم آش سبزی ندارم، سبزی آش ندارم. آش سبزی، البته آش سبزی میگن خودشون، یه آش بسیار خوشمزه یه برای شیراز که اون خیلی کار داره. اون اصلا باید 2-3 روزی براش برنامه‌ریزی بکنم بخوام اونو به شما یاد بدم، ولی اونم خیلی آش خوشمزه‌ایه. من یه دوست شیرازی داشتم اینجا، اون انقدر آش سبزی کرد که دیگه من رفتم دنبالش ببینم چیه و درست کردم و یاد گرفتم. حالا انشالله در برنامه‌های بعدی اگر یاری بفرماید آش سبزی رم رو چشم یاد میدم بهتون. ولی فعلا بریم سبزی آش بخریم با شلغم، بقیه چیزاشم دارم که آش ساده درست کنیم. داشتم با آش سبزی، این آش سبزی چی میخواد از من؟ آش سبزی بارونی رو پوشیدیم، بریم. هوا رو ببین، ذره راهمون دوره تا مغازه ایرانی، تا برسیم اونجا از هوا لذت ببریم. خب رسیدیم به آریا. واقعا چقدر دور بود. بریم تو. سلام. محصولات غذایی کتانو. عملیات خرید با موفقیت انجام شد. خرید کردیم سبزی آش،
شلغم و دونم براتون بگی که اون یکی چی بود خریدم؟ آهان دیدم آب قلم داره، ندیده بودم تا حالا یا گفتم که خوشمزه میشه اگه بریزه. خب همه مواد رو من آماده کردم. یه دونه پیاز بزرگ میخوایم که نسبتاً هم درشت خوردش میکنیم. شلغم اگر دوست داشتین طعم شلغم رو خوشمزه‌اش میکنه. عدس و برنج، هر چقدری که عدس میخواین بریزین نصف اون مقدار برنج بریزین و سبزی آشو من عصاره قلم خریدم از آریا، خوشمزه‌اش میکنه. حالا آب گوشت، آب مرغ، هر چی که داشتین میریزین همه رو با هم. آش ساده اسمش روشه دیگه. آب قلم، عدس، شستم برنج، همه رو با هم. اینا گذاشتم بخور. سبزی آش کدبانو. فکر میکنم که سبزی آشم کمه. حالا آخرش میگم که این چقدر بود وزنش؟ 320 گرم. این پیاز بود، فکر کنم شلغمه. بعد آب میریزیم، زیرش رو روشن میکنیم. و نمک و زردچوبه. نمک رو نریزین الان فقط زردچوبه رو بریزین، چون نمک ممکنه باعث بشه که عدس سفت بشه و دیرتر بپزه. ولی تقریبا یه قاشق زردچوبه بریزیم. دیگه اینو میذاریم بپزه. وقتی که پخت قشنگ جا افتاد اون موقع نمکش رو اندازه میکنیم و تمام. نوش جان. یعنی از این ساده تر مگه داریم؟ آش معمولا اسمش میاد سخته، ولی آش خوشمزه. درست کنین بخورین، نوش جونتون. اگر هم دوست داشتین برای من بنویسین که دوست داشتینش یا دوست نداشتینش. آقا نگم براتون از آش چه آشی، نگم براتون از ویو چه ویویی، نگم براتون از هوا چه هوایی. واقعا پاییزی بارونی. به به رنگا رو ببین. بریم سراغ اصل مطلب. آش ساده. خب بچه ها قیافه آش اینه و اینکه میتونین سبزیشو یه ذره بیشتر از این بریزین، ولی همه چیزش اندازه است. خیلی خوشمزه، من تست کردم و عالی. و اینکه یه چیز بامزه بگم بهتون راجع به این آش، همراه با ویو بذار بگم یه چیز خوشمزه راجع به این آش بهتون بگم، این که این آش رو ما قاطیش ماست میکنیم میخوریم.
اصلا با آش دوغ و اینا اشتباه نگیرین، چون آش دوغ مدل های مختلف داره، شهرهای مختلف آش دوغ میپزن به روش های مختلف که مثلا ماست قاطیش میکنن، دوغ قاطیش میکنن، ولی این اصلا اون نیست. این آش ساده. مثلا برای این یک کاسه میتونین اندازه یه قاشق ماست توش بریزین. اون ترشی ماست خیلی طعم خوبی به این آش میده و بپزین و درستش بکنین و تو این هوا نوش جان کنین و حالا خواستین یه دعایی هم برای من بکنین، نه لایک و سابسکرایب کنین. دیگه واقعا خدافظ تا یه ویدیوی به گرد و بپزی دیگه. خدافظ.